کشور ایران جزو 2 کشور اصلی وارد کننده سیگار قاچاق در دنیاست. شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی سر بازار ایران با هم رقابت دارن. تو کشور ما در داخل دست دارن عزیزم. نیکوتین به واسطه سیگار کشیدن وارد ریه میشه، در عرض 6 ثانیه به مغز میرسه. یعنی اولین پوکو که میزنه 6 ثانیه بعد نیکوتین به مغز میشه، معتاد شده. آمار قربانیان روز به روز در هر 6 ثانیه تو دنیا یک نفر در اثر سیگار داره میمیره. در کشور ما روزانه 200 نفر و سالانه 73000 نفر بر اثر سیگار میمیرن. آمار مرگ و میر جاده‌ای ما 20000 نفر. 73000 نفر دارن بر اثر سیگار میمیرن. به گفته مسئولینمون این آمار تا 10 سال آینده به 200,000 مرگ و میر در سال خواهد رسید. دروغ میگن اونا که سیگار میکشن و میگن زن بچه‌شون. فیصل از زرعونی شرکت فیصل تباک و نقش آقازاده‌ها تو واردات سیگار برید بخونید. میگن 20 تا 40 میلیارد نخ سیگار داره قاچاق میشه. 13000 میلیارد تومان هزینه پولیه که در کشور ما داره هزینه سیگار. بیش از یارانه 4 ماه کشور. الان من به شما خبر به شما بدم برخی از سازندگان فیلم ها اگر از زنان سیگاری یا قلیونی تو فیلماشون استفاده کنن، این شرکت های سیگار به اینا پول میدن که قب شکنی کنن عزیز من. یعنی میصرفه بمیرن و برو بکش خودتو 250 نفر 300 نفر مثلا شیعه امام زمانی بشن. 70,000 نفر میمیرن. 12 میلیون سیگاری تو کشورمون. کمترین آمار اینو میگه. مورد آخرم که بسیار من جگرم خون از این جریان بحث قلیونه. متاسفانه خانم ها رو هدف گرفت و قشر مذهبی. میگه هر قلیان معادل 20 تا 50 نخ سیگار ضرر بادن. یه قلیون اگر قلیون حرفه‌ای بکشه تا 200 نخ سیگار برابری. دود سیگار 4000 ماده سمی داره، دود قلیون 7000 ماده سم. یه باور غلطی هم هست که تو آب رد بشه لابا تصفیه میشه. مزهکه. الان توی چهارراه سر چهارراه وایسه تو ترافیک یه قلیون کوچیک آوردن شیشه‌ای، آره اونا رو میارن. قلیون ها سری های کلکسیونی، سری تا 500,000 تومان میزنه سر قلیون. این چیه؟ مثلا برای اینکه فکر کنن دهنی نشه که غافل از این که تمام اون بیماری تو شیلنگ اینه، مثلا حالیش نمیشه. محیط گرم و مرطوب بهترین محیط برای رشد میکروب. چه آفتی افتاده به جون مملکتمون، خدا شاهد. با این بی‌بندوباری‌های دود اینجوری قلیون زدن 1 میلیون تومان. میگن که ایرانی‌ها مشکل این دارن که زغال میفته فرششون رو میسوزونه، شکلش عوض کردن. ایرانی‌ها مشکل اینو دارن که نمیدونم چی به شکل میز گذاشتن روشن بتونن یه چیزی بذارن به شکل میزو خیلی هم خوشگل و خاتمکاری و مرصع و نمیدونم چه چیزا. قلیون‌های الکترونیکی بی‌نیاز از زغال، قیمت مناسب نه تبلیغات. قلیون جیبی طرف اون مادهشو میریزه و مثل سیگار قلیون میکشه تو خیابون دو میره. ما بچه بودیم یه بار با خاطرم این پسر خالم که این لیوان آبمون زدیم به هم، این فیلمو گفتیم به سلامتی زدیم به هم دیگه، مادرمون زد اون لیوان انداخت پایین گفت این نجس شده. بعد میاد اینجا تنباکوی شرابی میذاره میکشه، بعد اسمش هم گذاشته هیئتی، بخوره تو سرت. اون هیئتی که تو بیای چیزی که ولو اسم شراب داشته تو حسینی هستی، دروغ میگی تو حسین، تو یزیدی هستی، هیچ ربطی تو به ابو عبدالله نداری. الان اژدهای آبی اومدی که معلومه توش چی است، از چین داره میاد این میذاره میکشه. که الان تو این تریاکایی که اخیراً مورد آنالیز قرار دادن تو اینا چرا که اصلا هم که نیست، با کاکائو قاطی میکنن برای اینکه نشگی رو ببرن بالا کراک میزنن. تو همینام دارن اینا رو به خورد جوونه میدن. بعد میگه چرا آمار فلان بیماری رفته بالا، چرا ام اس رفته بالا. برید ببینید چه جوونای بیشتر قلیون میکشن. تهیه از نازل ترین نوع تنباکو هاست، بدترین تنباکو که میخواد له بشه تخمیر بشه میشه اونجا. مشخص نبودن اساره و ماهیت مواد تشکیل دهنده، وجود کراک در برخی از اینها. از این قهوه خونا پرسش صورت گرفت، از 5 تومن تا 70,000 تومان قلیون آماده میشه. و اینجا رو داشته باشید درج خبر آلوده بودن دخانیات واردی به سوسک لازیودرما. میشه جونتون بکشید سوسک پودر شده بکشید بالا ببرید عشق کنم من. آره استفاده مشترک از شلنگ قلیون یا دهانی قلیون بیماری‌های واگیرداری مثل سل و هپاتیت رو انتشار میده. صدی سر دهنی عوض بشه، اون دهنی عوض بشه چون شیلنگش ثابته، این اتفاق میفته. فوم آلومینیومی که استفاده میشه بسیار خطرناکه چون ترکیبات آلومینیوم سمیه، این فکر میکنه نمیرسه بهش. ببینید این تبلیغات و این شرکت‌ها دارن میکنن تو سریالا، تو تلویزیون ما، تو همین فیلم قلاده های طلا، نمیدونم تو این فیلم نمیدونم یه دو تا مادر شهید بودن که خواهر بودن می‌خواست بیاد شهیدشون رو بیارن، نشون میده دائم این آقای رایگان سیگار رو سیگار خاموش میکنه. دختره می‌خواست بیاد یواشکی قلیون بکشه، مادر بزرگش نبینه، خاله مادرش میگفت تو رو خدا یواشکی بده من قلیونو بکشم. بعد بریم سیگار بکشیم میگم آدم شد گنده شده، قلیون بکشیم میگم گنده شده. توی تنگ میرن شیر میریزن، لیموناد میریزن، شیر قهوه میریزن. تو یک جای توی شمال براشون از این تهرانی‌ها بودن رفته شمال مس کرده بودن، مشروب عرق ریخته بودن توی تنگی، اون ترکیداد منفجر شد باباشون در اومد. میدونی که می‌خواستن قهوه خونه خاص بزنن برای خونه.
نمیدونم شد یا نشد، اگه میشد فاجعه بود. چون دیگه الان بعضی اگه قهوه خونه نمیخوام به خاطر محیط آلوده، در برخی از شمال شهر تهران مرد کرایه میدادن که پلیس گیر نده، یعنی با خانومه بره تو قهوه خونه، پسرا پول 20 تومن بشینن گفتیم بغل بشه ما قلیون بکشیم. طرف میگه سال 79 من قلیون میکشم تا همین 40 میکشید ترک. میگفت ساعت نصف شب من حواس قلیون کردم، رفتم عوارضی قومون سیگار فروشی اونه که اونجا بازه، رفتم از اونجا تنباکو خریدم آوردم. و 79 جز مولوی هیچ جا گیر نمیاد، میرفتم از اونجا میخریدیم میومد. بعد از هیئتم میگه بریم قهوه خونه. چرا؟ چون شرطی شده. من به شما بگم چون به ذات هیئت رفتن نشاط روحی میآورد، هر آنچه که در کنارش تکرار شود برای شما خوشایند است. برای چی چای امام حسین انقدر میچسبه؟ چرا قیمه امام حسین انقدر میچسبه؟ چون شما عاشق امام حسینی، هر چیزی که کنارش خوشاینده، اینا فهمیدن اومدن این بحثو تکرار کردن. خداوند فرمود هر که من احیانا فکنما احیا الناس، اگه یه نفر زنده کنی گاه همه رو زنده کنی، اگه کسی هم بکشین گاه همه رو کشتی. پیامبر فرمود لا ضرر و لا ضرار، نه ضرر بکنید نه ضرر برسونید. اینا در تضاد با مواد مخدره. زیان رساندن به خود و دیگران ممنوع است. پیامبر فرمود زمانی فرا میرسد که امت من سیأتی زمان علی امتی یکون شیئا اسمه البنج، چیزی میاد به اسم بنگ در بین امت من استفاده میکنم. من از این گروه بیزارم و آنان از من دورند. اون دونه انتظار نداشت پیامبر شفاعت. پیامبر فرمود من احتقر الذنب البنج فقط کفره. هر کس گناه کشیدن بنگ رو، پس کشیدن بنگ چی داره؟ گناه داره. کوچک به شمارت دقت بکنید کافر شده است. فقط کفره، فقط یعنی همانا کافر شد. امام رضا فرمود هر چیز سودمند و نیروزا برای جسم که موجب تقویت بدن شود حلال است و هر چیز زیان بخش که نیروی آدمی را میگیرد کشنده و حرام است. فیلمایی هم که در مورد قلیون بود، بچه کوچیک قلیون میکشه میذارن توی آقا وزیر چه میدونم چی میخواسته بشه، آموزش پرورش اومده میشه مگه چه ایراد؟ حالا من با زن و بچه‌م برم بیرون به دخترم هم بدم یه قلیونی بکشه. اینا تو تلویزیون مجرم جلوش نشسته به به چه چه فلان اینجوری اتفاقاتی داره میفته. به خدا قسم یعنی آدم آتیش میگیره اینا رو آدم ببینه نگه خیانت کرده. بعضی دوست ندارن بگن. کار به اعتیاد زنان و دختران این جامعه رسیده عزیزان.